بعد از جنگ اخیر به تهمت جاسوسی، حالا چند نفر در بین همه ملت‌ها انسان‌های خوب است، انسان‌های بد هم هست. مگر در بین مردم ایران جاسوس نیست، متجاوز نیست، زناکار نیست، دزد نیست، کلاهبردار نیست؟ تا دلت بخواد هست. به خاطر 4 نفر جاسوس صدها هزار مردم رو از خانه‌هاشون گرفتن، اموالشون رو مصادره کردن، به غارت بردن. بله، همین ملت که تاریخ 2500 ساله داره خانه‌های افغانی‌ها رو غارت کردن. میدونید؟ یکی کفگیر رو برداشت برد، یکی دیگ رو برداشت برد، یکی فرش پاره پاره بیچاره‌ها رو برداشتن با خودشون بردن. همین ملتی که تاریخ 2500 ساله داره. در حالی که جاسوسی در سطح بالایی از رهبران و مقامات خود ایران صورت گرفته. من یک نمونهشو خدمت شما عزیزان در اینجا انتخاب کردم، نشون میدم. این رو ببینید. دوستان عزیز اگر قسمت‌هایی از این ویدیو رو نشون بدن. در آخرین روزهای سال 1400 خبری در رسانه‌های دنیا منتشر شد که بیت علی خامنه‌ای را در شوک فرو برد. نفوذ جاسوس موساد به بالاترین سطوح نظام، آبروریزی تمام عیار برای دستگاه‌های امنیتی رژیم به بار آورده بود. کاترین شکدم که حالا نقابش را کنار زده بود، با چهره‌ای متفاوت روبروی دوربین‌های رسانه‌های جهان قرار گرفت و در مصاحبه اعلام کرد که در زمان حضورش در ایران 100 مقام امنیتی جمهوری اسلامی را از طریق روابط جنسی و صیغه در تور اطلاعاتی خود گرفتار کرده بود. به نوشته تایمز اسرائیل، شکدم غالباً با آخوندها، به گفته خودش ملاها، رابطه داشته که غالباً دارای مقام و پست‌های حساسی در تشکیلات رژیم بوده و از مهمترین منابع اطلاعاتی او به شمار می‌رفتند. ببینید، این یک زن اسرائیلی است، جاسوس اسرائیل. جاسوس اسرائیل وارد ایران میشه، تظاهر میکنه که شیعه شده، مسلمان شده. اینو استقبال میکنن، قم میفرستن. خلاصه به نوبت همه آخوندا باش صیغه میکنن، چون که هر زنی که در ایران بره و در زمان این حکومت شیعه بشه، اولین پیشنهادی که قبل از توحید و یکتاپرستی و نمیدونم اخلاق و فضایل دین که مطرح نیست برای اونا، اولین کاری که میکنن باش صیغه میکنن، کیف خودشونو میکنن. الان این خانم کاترین در کنار رئیس جمهور مقبور سابق ایران رئیسی، شما فکر بکنید که این طرف به کجاها رسیده بوده. بعد دلشون سر مهاجر بیچاره افغانی خالی میکنن که اینا جاسوسی کردن. بی شرفا، شما خودتون جاسوس اسرائیلی میاد ادعای تشیع میکنه، در خانه های شما راه پیدا میکنه، شبها با هر کدام از شماها میخوابه، صیغتون میشه، اطلاعات جمع میکنه از اماکن خوابتون، از خونه هاتون. چطور این سران سپاه رو هر کدومشون تو رخت خوابشون زد؟ به خاطر چی؟ چون هر کدوم اینا با این یک شب خوابیده بودن. حالا یک شبش که خودش اعتراف کرده، بقیه بیش از 100 مسئول جمهوری اسلامی با این صیغه کردن. ادامه رو ببینید. در جریان یکی از این دیدارها او با فرمانده رد بالایی از سپاه آشنا می‌شود که بعدها این فرمانده کمک بسزایی به نفوذ بیش از پیش شکدم در دستگاه تو در توی نظام می‌کند. شکدم نقل کرده برای استفاده از قدرت و اعتبار این فرمانده سپاه مجبور شدم چند شب در ویلای او در لواسان تهران کنارش باشم و رابطه من با این مقام سپاه پاسداران در حدی پیش رفت که او بارها به من گفت که عاشقم شده و قصد دارد با من ازدواج بکند. به بهانه آشنایی با احکام و مسائل مذهبی با روحانیون وابسته به حکومت ارتباط برقرار می‌کرده و در اولین ملاقات پیشنهاد ازدواج موقت به آنها می‌داده و آنها هم با خرسندی قبول می‌کردند و به این صورت با کسب اعتماد درباره مسائل گوناگونی نشسته و مسئولین حکومتی هم بدون محدودیت به پرسش‌های او جواب می‌دادند. اما یکی از نکات عجیب چگونگی فراهم شدن شرایط گفتگوی او با رهبر جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشته شده جمهوری اسلامی، و قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس است. شکدم که در سال 2017 طی دعوتی رسمی به ایران با علی خامنه‌ای دیدار کرده بود، این ملاقات در کتابخانه معروف خامنه‌ای و با حضور نادر طالبزاده و 2 نفر از محافظان خامنه‌ای صورت گرفته بود. کاترین این دیدار را تجربه غیر قابل وصف خواند. پیش از این دیدار 2 محافظ حلقه اول به شکدم توصیه کردند از برقراری تماس چشمی با خامنه‌ای خودداری کند. او درباره این ملاقات گفته بود خامنه‌ای در حرکاتش بسیار کند اما حساب شده عمل می‌کرد.
همچنین گفته شده که رهبر جمهوری اسلامی به این جاسوس اسرائیلی اجازه داده تا چفیه‌اش را ببوسد و با خود به خانه ببرد. شکدم همچنین درباره نوع ارتباط خود با دفتر خامنه‌ای نیز گفت یک نفر از اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی با او در ارتباط بوده، اما به دلیل اینکه امنیت این فرد به خطر می‌افتد نمی‌تواند نام او را اعلام کند. این نفوذ در حالی ساختار تو در تو و امنیتی بیت رهبر جمهوری اسلامی را فرو ریخت که پیش از آن علی خامنه‌ای بارها در مورد نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی غربی به مسئولان و فرماندهان نظامی حکومتش هشدار داده بود، اما غافل از اینکه سالها بعد تیم امنیتی بیت خود او نیز در دام اطلاعاتی می‌افتد و شخص اول حکومت رو در روی جاسوس موساد می‌نشیند. خامنه‌ای در یک سخنرانی در این رابطه گفته بود نفوذ جریانی یعنی شبکه‌سازی در داخل ملت به وسیله پول که نقش پول و نقش امور اقتصادی اینجا روشن می‌شود. عمده‌ترین وسیله دو چیز است، یکی پول، یکی هم جاذبه‌های جنسی. افراد را جذب کنند، دور هم جمع کنند، یک هدف جعلی و دروغی مطرح کنند و افراد مؤثر را، افرادی که می‌توانند در جامعه اثرگذار باشند، بکشانند به آن سمت مورد نظر خودشان. دشمن طراحی دارد می‌کند برای نفوذ. نفوذ دو جوره. یک نفوذ موردی است، نفوذ فردی است، یک نفوذ جریانی است. نفوذ موردی خیلی نمونه داره. معناش این است که فرض کنید شما یه دم و دستگاهی دارید، یک مسئولی هستید، یک نفر رو با چهره آرایش شده، بزک شده، با ماسک بفرستن توی مجموعه شما خیال کنید دوسته، در حالی که او دوست نیست، تا او بتونه کار خودش رو انجام بده. کم اهمیت ترینش جاسوسی است. گاهی کارش بالاتر از جاسوسی است، تصمیم شما رو عوض میکنه، یعنی تصمیم سازی. سابقه هم داره. منتها از این خطرناکتر نفوذ جریانی است، یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله یکی پول، یکم جاذبه‌های جنسی. افرادی که میتوانند در جامعه اثرگذار باشند اینا رو بکشونن به اون سمت مورد نظر خودش. اگر این نفوذ نسبت به اشخاصی انجام بگیرد که اینا در سرنوشت کشور، سیاست کشور، آینده کشور تأثیری دارن، شما ببینید چه اتفاقی میفته. آرمان‌ها تغییر پیدا خواهد کرد، ارزش‌ها تغییر پیدا خواهد، خواست‌ها تغییر پیدا خواهد کرد، باورها تغییر پیدا خواهد کرد. آماج نفوذ هم کیا هستند؟ عمدتاً نخبگان، عمدتاً افراد مؤثر، عمدتاً تصمیم گیران یا تصمیم سازان. خطر بزرگی است. شکدم همچنین از دیدارهایش با شخصیت‌های مهمی چون قاسم سلیمانی نیز سخن گفت. او دیدار با قاسم سلیمانی را تجربه‌ای ترسناک توصیف کرد. تصور کنید دوستان عزیز، امروز دارن مهاجرین افغانی رو به تهمت این که حالا 4 نفر جاسوسی کرده دارن اخراج میکنن. ببینید جاسوس اسرائیل میرسه به قاسم سلیمانی، یعنی شخص نظامی درجه اول در ایران. بابا جان شما خودتون گندیدید، خودتون پوکیدید، بعد 4 تا مهاجر بیچاره افغانستان رو به خاطر که بپوشانند، پرده بکشن بر جنایات خودشون، بر رسوایی‌های سران نظام خودشون، اونها رو رد مرز میکنن. ببینید که این جاسوس تا کجا رسیده. ببینید این دختر عماد مغنی یکی از رهبران حزب الله هست، زینب سلیمانی دختر قاسم سلیمانی است و اینم جاسوس اسرائیل. او همچنین گفته است که به واسطه یکی از چهره‌های بخش تبلیغات دفتر رئیسی که در آمریکا تحصیل کرده بوده است، موفق به دیدار و گفتگو با او شده بود. میان افراد نزدیک به رئیسی تنها نادر طالبزاده از چهره‌های اصولگرای تندرو است که تصاویر او در شبکه پرس تیوی کربلا با خانم شکدم منتشر شد. او در آمریکا تحصیل کرده است و هنگام ثبت نام رئیسی در انتخابات سال 1396 مشایعت کننده اصلی او در وزارت کشور بوده است. اون چیزی که غرب نمیدونه در مورد این صحنه توی کلام چی هستش؟ First of all, I think that the West misunderstands Islam because it sees Islam through the lens of Wahhabism. اول اینکه غرب اسلام متوجه نمیشه چون از طریق لنز وهابیت اسلام میبینه. And so they know very little of Shia Islam. هیچی در مورد تشیع نمیدونه. تصور بکنید شخص مورد اعتماد رئیس جمهور، شخص اول مورد اعتماد رئیس جمهور ایران داره این ببینید اینجا یک پیشانه بند یا زینب هم زده و خلاصه در شبکه رسمی در اونجا داره صحبت میکنه و این آقا داره حرفاشو به فارسی ترجمه میکنه. When they see Arbaeen, they do not understand, why so many people are coming together. وقتی اربعین میبینن نمیفهمن که برای چی این آدم جمع شدن. And they see it as an extension, of this Islamic revolution of Iran that they fear so very much. بعد فکر میکنن ادامه انقلاب اسلامی است که انقلاب اسلامی ایران است که خیلی هم ازش میترسن. But when you speak to them of Imam Hussein and you explain to them of Imam Hussein. وقتی براشون توضیح میدم امام حسین و تاریخ براشون توضیح میدین. Then you see a change. There is a change in attitude when you keep it to the history. وقتی که تاریخ براشون میگین حالتشون و نگاهشون و روششون عوض میشه.
So I think that the best way to try to change this prejudice, against Arbaeen would be to go back to, the message of Imam Hussein that, this is for humanity. Yeah. It's not just for Shia or even Muslim. It's for everybody. وقتی که به هم دلیل میگن وقتی که برمیگردیم به پیام امام حسین که برای تمام مربوط به همه انسانیت میشه قصه دیگه فرق میکنه. وقتی رو اون موضوع مانور میدید قصه فرق میکنه. But I have found that when you manage to actually, write about Arbaeen to the West, suddenly understand this connection. همین عزت نفس و اون چیزی که مربوط میشه به این نهضت و این حرکت همه چی یواش یواش سر جاش جا میفته. So I think the issue is not so much with the people, but the government. پس از افشای این افتضاح امنیتی، مقامات جمهوری اسلامی به سرعت روابط خود با شکدم را انکار و از عمق نفوذ او به لایه‌های تو در توی نظام ابراز بیخبری کردند. اون عکسم که خیلی معروفه جایی که افق بود، ایشون هم جای دیگه دعوت شد برین جای دیگه صحبت بکنید. اینجا چی شما دعوت کردن بپرسید. خیلی چیز بعد ما کار خودمون انجام میدیم. ما موظف نیستیم که به جایی پاسخ بدیم در ارتباط موضوع از کنم که مصاحبه هست. ما رو با مسئولیت کامل با مشورت کامل با افراد این سلام صحبت شده و در زمان خودش هم بسیار موثر بوده کار باشه. اینکه ایشون اینجوری عذاب در ممکنه بعد سودجویی باشه. من کار خودم دارم انجام میدم. ما که جناب به متهم بکنن متهم نکنن. ما سالی صدها میلیون میاد و من نه تنها ارائهشون مصاحبه میکنم باشون برنامه‌های خودم بلکه اینا در کنفرانس شرکت میکنم. به خاطر همین کنفرانسی که من اداره میکنم تحریم شده چون سابقه اینجوری نبوده که از این جنس کسی که ما آوردیم کنفرانس ها خیلی متفاوته با دیگر جا. در پی انتشار این مطالب و افشاگری‌ها، رسانه سولز نزدیک به احمدی نژاد در یادداشتی ماجرای کاترین شکدم را مصداق نفوذ تحلیلی عامل موساد در ارگان‌های وابسته به بیت رهبری و سپاه توصیف کرد و این نفوذ را بی‌آبرویی بزرگ برای سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی عنوان کرد. این موضوع ساده‌ایه که بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوس‌های اسرائیل، مسئول مقابله با توده‌های اسرائیل در ایران است، خودش جاسوس اسرائیل کار این که دیگه خبرش اعلام شد. این چیز شوخیه. یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل، هیچ ارتباطاتی نداره، پشتیبانی نمی‌شده است. عملیات فراوانی رو در ایران پشتیبانی کرده تک و تنها. این که کسایی که این مقدار با کار آشنا باشن میدونن اگر کسی این ادعا رو کرد یه دروغ بزرگی معلومه که شبکه است. حکومت خطی است که سرنخش بعد بکشیم تمام شبکه از تو کل کشور جمع کنیم. کجا جمع شد؟ یه نفر محکوم شد تمام. بقیه کجا رفتن؟ در این مستند برای اولین بار به بررسی یکی از بزرگترین نفوذهای اطلاعاتی در بالاترین سطوح قدرت جمهوری اسلامی میپردازیم و از چگونگی موفقیت این جاسوس موساد پرده برمی‌داریم. قبل از هر چیز ازتون میخوام در پایان برنامه ویدیو رو بله دوستان عزیز، این نمونه ای از این جاسوس هست. خانواده یهودی سکولار در بزرگ مادری او در سال 1930 با آلمان نازی جنگیده بود و به نیروهای مقاومت فرانسه در آن زمان ملحق شده بود. پدر بزرگ پدری او بازمانده هولوکاست و اردوگاه کار اجباری است. کاترین کارشناسی روانشناسی و کارشناسی ارشد امور مالی از دانشگاه لندن دارد. وی به سیاست و امور خاورمیانه علاقه داشته و با 5 زبان آشنایی دارد. شکدم در زمانی که در دانشگاه لندن درس می‌خواند با همسر آینده‌اش که مسلمان سنی از شهر صنعا در یمن بود آشنا شد و 6 ماه بعد در 18 سالگی با او ازدواج کرد. ثمره این ازدواج 2 فرزند بود. شکدم در سال 2014 از همسرش جدا شد و سرپرستی فرزندانش را در اختیار گرفت. پیش از آغاز همکاری با محافل داخل ایران، 7 سال مشاور و تحلیلگر مؤسسه امنیتی و ژنو استراتژیک اسرائیلی با نام ویکی استرات بود. بر پایه گزارش دیلی بیست، ویکی استرات که توسط یک فرد اسرائیلی استرالیایی ایجاد شده است، در قالب یک مؤسسه ژنو استراتژیک روابط تنگاتنگی با نهادهای امنیتی دارد. مایکل هیدن، رئیس سابق سیا و بسیاری از رؤسای پیشین موساد به عنوان مشاور برای ویکی استرات فعالیت می‌کنند. بیشتر مشتریان ویکی استرات کشورهای خاورمیانه و روسیه هستند. جوئل زامل، مدیر ویکی استرات، دارای شرکتی دیگر به نام گروه سای است که مجله نیویورکر از آن به عنوان موساد خصوصی یاد کرده است. در فهرست خدمات گروه سای، ارسال طلای جنسی یا همان پرستوی اطلاعاتی نیز ذکر شده است. بررسی سایت آرشیو جهانی وب نشان می‌دهد که پرز موفق به ثبت رکورد 18 یادداشت با نام خود در بین سالهای 1394 تا 1397 در تارنمای علی خامنه‌ای شده بود. او همچنین با رسانه‌های پرس تیوی ایشون بیش از 14 مقاله نوشته در سایت رهبر ایران آقای خامنه‌ای نشر شده. بعد بگید مهاجر بیچاره افغانی جاسوس است. تصمیم و تهران تایمز همکاری داشته و در سال 1396 با ابراهیم رئیسی مصاحبه کرده بود. سایت مشرق نیوز در گفتگویی با کاترین شکدم او را یک تازه مسلمان شیعه معرفی کرده و نوشته بود: کاترین شکدم روزنامه‌نگار مسلمان و شیعه شده انگلیسی است که پیش از آن بر آیین مسیحیت بود. این شهروند اسرائیل در گفتگوی خود با سایت اصولگرای مشرق نیوز گفته بود: ایران به 1 میلیون شیوه مختلف برای من باعث خیر و برکت بوده است و همه آن چیزی که اکنون می‌بینیم ملتی است که عمیقاً به خاطرش شکرگزارم، مردمی با شهامت و لطفی که مرا به حیرت می‌آورد. کاترین پرس شکدم همچنین به عنوان تحلیلگر ثابت و ویژه شبکه پرس تیوی نیز فعالیت داشت.
او که تا سالها به عنوان نویسنده انگلیسی تازه مسلمان و شیعه در رسانه‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی تحلیل و گزارش می‌نوشت، برای اولین بار در نوامبر 2021 با انتشار یادداشتی خود را یهودی نفوذی در جمهوری اسلامی معرفی کرد. در مقاله‌ای که در بخش نظرات وبگاه تایمز اسرائیل منتشر کرد، نسبت به یهودی ستیزی و برنامه هسته‌ای ایران هشدار داد. او نوشت که او هیچگاه مسلمان نشده بوده است. دلیل موفقیت خود را در نزدیک شدن به رسانه‌های وابسته به هسته سخت نظام و انقلابیون تندرو، نیاز شدید آنها به گرفتن تایید از متفکران خارجی دانسته بود و بلافاصله بعد از لو رفتن چهره واقعی کاترین، رسانه‌های انقلابی و اشخاص گوناگون از جمله چهره‌های سپاه برای تبرئه دست به کار شدند و رابطه با او را انکار کردند. همچنین تمام مقالات و مصاحبه‌های او از سایت‌های حکومتی حذف شد. خبرگزاری تصنیم در توجیه چگونگی همکاریش گفته بود که این خانم با پاسپورت فرانسوی و بدون آنکه اثری از سوابق دیگرش وجود داشته باشد وارد ایران شد. تصنیم اضافه کرد که او در کارنامه‌اش ازدواج با یک مسلمان یمنی را نیز داشته است و همین موضوع باعث شده است که کمتر شک و شبهه‌ای در مورد او وجود داشته باشد. طبق اطلاعات منتشر شده، کاترین با دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی زیر نظر حمید مقدمفر و کمیل خجسته، برادرزاده همسر علی خامنه‌ای، نیز همکاری داشته است. این دومین بار بود که یکی از اعضای خانواده خامنه‌ای مستقیما با اسرائیلی‌ها طرف شده بودند. اولین بار حسن خجسته، برادر همسر علی خامنه‌ای، در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد در هند مهمان یک شرکت اسرائیلی شده بود و کوشیده بود از طریق ترکیه به تل‌آویو برود که جلوی سفر وی گرفته شد و از مقام ریاست رادیو در جمهوری اسلامی برکنار شد. پس از انتشار اخبار مربوط به نفوذ کاترین شکدم، سایت دفتر حفظ و نشر آثار خامنه‌ای تاکید کرد که این شهروند یهودی توسط برخی فعالان رسانه‌ای علاقه‌مند به انقلاب به دفتر رهبری دعوت شده بود و مطالب و یادداشت‌هایی در خصوص ارزش‌های انقلاب و اسلام ارسال کرده بود که تماماً منتشر شدند. در حالی که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به خصوص سازمان اطلاعات سپاه در حال تکذیب اخبار مربوط به نفوذ کاترین شکدم در جمهوری اسلامی بودند، منابع امنیتی در ایران فاش کردند که سردار یدالله جوانی، معاونت سیاسی سپاه پاسداران، جزو اشخاصی است که با خانم شکدم در ارتباط بوده است. در پی این افشاگری بود که مشخص شد فردی که شکدم او را فرمانده رده بالای سپاه معرفی کرده و گفته بود که چند شب را با او در ویلای لواسان وقت گذرانده، همان سردار یدالله جوانی از مقامات بلندپایه سپاه پاسداران بوده است. بعدها یکی از نیروهای سپاه پاسداران فاش ساخت که یدالله جوانی در حدی عاشق کاترین شکدم شده و به او اعتماد قلبی داشته است که این نفوذی موساد به راحتی به تمامی نامه‌ها و اطلاعات حساس نظامی در دفتر این سردار بلندپایه نظام دسترسی داشته است. این رسوایی باعث انتقاد گسترده مقامات نظام از ارگان‌های امنیتی شد. علی مطهری در توییتی نوشت: ظهور پدیده‌هایی مانند کاترین شکدم در جمهوری اسلامی ناشی از میل بخشی از حکومت به تملق و چاپلوسی و بت‌سازی است. همچنین عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی در مطلبی در این زمینه در روزنامه اعتماد، با انتقاد از فرهنگ تبشیری در جمهوری اسلامی نوشت که حکومت برای این هدف کلی هزینه کرد و نتیجهش این آبروریزی شد. حال سوال این است که چگونه یک زن یهودی فرانسوی توانست به حلقه سردمداران حکومت جمهوری اسلامی راه یابد؟ شکدم در این رابطه گفته است که نادر طالبزاده از چهره‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی نقش مهمی در معرفی او به محافل قدرت در ایران داشته است. طالبزاده اطمینان حاصل کرد که نفوذ شکدم در لایه‌های مختلف حکومت و سپاه پاسداران بدون هیچ مانعی صورت گیرد. او بر این باور بود که می‌تواند شکدم را به مهره قابل کنترل در دست خود تبدیل کند. شکدم برای اولین بار پس از نوشتن مقاله انتقادی درباره مداخله آمریکا در عراق در نشریه حکومتی حوثی‌ها مورد توجه مقامات ایرانی قرار گرفت. شکدم که در سال 2009 با یک مرد یمنی در انگلیس ازدواج کرده بود، همراه دو فرزندش به یمن مهاجرت کرد و توانست به تدریج با مقامات حکومتی ایران ارتباط برقرار کرده و اعتماد آنها را جلب کند. شکدم قبل از آمدن به ایران به دعوت طالبزاده با سلیمانی در جنوب عراق دیدار کرد. او در مصاحبه اعلام کرد که این ملاقات کوتاه در یک منزل شخصی در کربلا صورت گرفت. سلیمانی در این دیدار از تلاش‌هایش برای بیرون راندن داعش از بخش‌هایی از سوریه و عراق سخن گفت. شکدم درباره این ملاقات افزود: گفتگو اصلا راحت نبود. او مرا به وحشت انداخت. حضورش بسیار هراس‌انگیز بود. اما خود شکدم در مورد انگیزش از این نفوذ تاریخی و امنیتی چه میگوید؟ شکدم پس از جنجال ایجاد شده در ایران در 16 اسفند 1400 مصاحبه اختصاصی با BBC فارسی انجام داد. طولانی است. بر صورت این یکی از جاسوس‌های به اصطلاح رژیم صهیونیستی که به خاطر نیاز جنسی مقامات جمهوری اسلامی و سران سپاه پاسداران در بین اونها نفوذ میکنه و بعداً همه اسرار اونها رو فاش میکنه. بعد الان افتادن به جان مهاجرین بیچاره افغانستان که اینها جاسوسن. حتی در مورد زندگی و وضعیت ایشون یک فیلمی هم ساخته شده که این خبر رو دوستان اگر نشون بدن، اکران فیلمی با موضوع جاسوس اسرائیلی دایان گروگر که گفته میشد مخفیانه در تهران فیلم برداری شده است. شما ببینید که این جاسوس دیگری است که در فیلم رو در داخل ایران فیلم برداری کردن و در سینماهای اروپا پخش کردن
بعد میان میگن که مهاجرین افغانی جاسوسی کردن. این خبر رو هم دوستان عزیز من برای شما از این در مشرق نیوز هست که یک تعدادی از اینا جاسوس های خود ایران هستن، ایرانی هستن، خودشون پخش. خمپار اسپاک، نارنجک و فشنگ جنگی، بمب ساعتی و مواد منفجره و ریز پرنده ها، اینها را پلیس از عوامل موساد در تهران کشف کرده. دستگیر شده ها 6 نفرند که به گفته خودشان هر کدام مأموریت خاصی را انجام میدادند. سردستشون ایشونه، درسته؟ بله بله. قرار بود چه کاری انجام بدی؟ چطوری آشنا شدی؟ وظیفت چی بود؟ توی این صفحه مجازی اینستاگرام بودم. من داشتم توی صفحه اینستاگرام بین دیدم که بعد این صفحه رو دیدم، صفحه نوشته بود معاند اسرائیل به فارسی. خب بعد بهشون پیام دادم، گفتم مثلا بنده کی هستم و چی هستم، آقا میخوام این عملیاتو، میخوام تو عملیاتتون شرکت کنم، میخوام بیام تو مثلا تو ایران هر عملیاتی شما بگید انجام بدم. بعد گفتم مثلا بریم فلان جا مترو، مثلا اونجا وایسید یه بیابون بود، گفتم تو اونجا تک تک میان دور هم جمع میشین، بعد کاراتون رو به هم دیگه میگید. برای کار به خصوصی داده بودم. یکی از پیام‌هاشون رو براتون بخونم، پیامایی که ایشون داده. میشه منم بیارید براتون بجنگم، از ته وجود، نه حقوق میخوام نه چیزی، خواهش میکنم بذارید براتون بجنگم. جوابشو ندادن. باز دوباره رفته پیام داده و پیام‌های بعدی که دیگه اونها جواب دادن و همکاری شروع شده. درسته اینا پیام شماست دیگه؟ بله. وظیفه بنده جاسوس بودم. یعنی چیکار می‌کردی؟ براشون فیلم می‌فرستادم. موتور سوارشون بوده. خب چطوری آشنا شدی با اینا؟ از طریق همین موتور سواری. اصلا فکرشو نمی‌کردم که میتونه اینقدر این کار اشتباه باشه. خب خودت هم میدونستی، آگاهانه رفتی سراغ این کار. نمی‌دونستم اینا همه ایرانیان. بعد سر و صدا را انداختن که مهاجرین افغانی جاسوسی کردن. میخوان گند و کثافتکاری‌های خودشون رو توسط مهاجرین افغانی پاک بکنن. و اینا از بس تشنه جنس هستن، تشنه سکس هستن، خیلی از جاسوسایی که بودن زن بودن. بازداشت 6 زن جاسوس اسرائیل در قصر شیرین. فرمانده سپاه سرپل ذاب گفت که با تلاش سربازان گمنام امام زمان عجعج 6 نفر از افراد وابسته به سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در نوار مرزی قصر شیرین شناسایی و دستگیر شدند. حالا بگید اینا افغانی بودن. تشکر میکنم دوستان عزیزم. اینم خبر دیگر از فیلم اسرائیلی که در خیابان‌های ایران ضبط شده. بله دوستان عزیز، اینا همه از سایت‌های رسمی خودشون هست. ما نساختیم اینا رو. کار مهاجرین افغانی هم نیست.